در شهر کابل پایتخت افغانستان صدها نفر با طلب جزا دادن آنهایی که به جنایت‌های جنگی متهم می‌شوند راهپیمایی کردند. تظاهرات با تشبث حزب همبستگی ملی برگزار شد و راهپیمایان در دست عکس‌های پیشوایان سابق کمونیستان، رهبران جهادی و سیاستمداران فعلی را داشتند که بعضی از آنها را به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم می‌کنند. تظاهرگران افغان همچنین طلب داشتند که انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل غیر قانونی اعلام شود، زیرا در آن بعضی از جنگسالاران افغان شرکت کردند. در پاکستان با دعوت یک حزب بزرگ این کشور بسیاری از تاجران و دکانداران کارشکنی کردند. حرکت قومی متحد به نشانه اعتراض از قتل 3 عضوش طرفداران خود را به کارشکنی دعوت کرده است. به گفته رهبران حزب، ماموران امنیتی پاکستان 3 عضو آنها را بازداشت کرده و کشتند، هرچند مقامات این ادعا را رد می‌کنند. در شهر خارکوف اوکراین فعالان طرفدار روسیه با طلب خاتمه دادن عملیات ارتش اوکراین در شهر سلاویانسک راهپیمایی کردند. عملیات مذکور روز 2 می علیه جدایی‌خواهان طرفدار روسیه شروع شد و دو چرخوال نیروهای دولتی را در این عملیات سرنگون کردند. در شهر چرکس اوکراین 4000 نفر با نشست و برخاست یک جای رکوردی جهانی گذاشتند. به گفته برگزار کنندگانش این چاره‌بینی به خاطر نشان دادن وحدت ملی اوکراین برگزار شد. همچنین مردم آمده از سراسر اوکراین در بین این همایش تصویر دلی در حال تپیدن را آفریدند. در قرقیزستان قرمانبک واقف رئیس جمهور کشور در مراسم آغاز بنیاد راه نوی که شهر اوش را با بیشکک می‌پیوندد شرکت کرد. برای ساختمان این راه جمهوری مردمی چین 800 میلیون دلار قرض داده است. راه مذکور روای مردمی اوش و بیشکک را آسان‌تر می‌کند و به مناطق دوردست هم می‌رسد که قبلا از راه هموار محروم بودند.